سلام. من خیلی وقت دارید میبینید فیلم چیزی نمیذارم، انتقادی اصلا نمیذارم، ولی دیگه بعضی وقتا زور میاد. یعنی هم مثال کار کردیم ما، طرف میاد میگن آموزش تعمیر تلفن میذارم بدون که چی حالیش بشه، یعنی واقعا حالیش نیستش، میاد یه آموزش الکی میذاره. ببین مثل این الان ویدیو رو گذاشتن، اومده میگه که آقا این دستگاه حالا میتونید برید ببینید، خاموش باشه ولتاژ گیری میکنید اینجا کجاست؟ قسمت آیسی کد. شما بخواید نخواید ببینید یه منفی داریم، یه مثبت رو شما دنبال کنید ببینید زده باتری اینجا بخواید نخواید 2.6 ولت داریم ما. حالا این ممکنه یه ذره پایین بشه، یه ذره بالا بشه به هوای ولتاژ باتری. یه منفی، یه مثبت. یه فیوز اینجا داریم. این آیسی برنامه است، راه انداز این آیسی. به هر دلیلی شما اینو عوض کنید، به هر دلیلی اولا برنامه بهش بزنید، برنامه مختص خود این دستگاه که این مدل 3611 ممکنه این آیسی تو 1000 جای دیگه به کار بره. رو خودش زده کد T64، یعنی حالا معادلش بخواید در بیارید میشه 24C64 آیسی حافظ. این ممکنه تو 3531 به کار بره، ممکنه توی یه دستگاه مثلا دارم میگم آیفون تصویر به کار بره، ممکنه تو ساعت به کار بره، حالا هر جا که باشه باید برنامه مختص اون دستگاه رو بزنید تا دستگاه کار کنه. شما آیسی عوض کنید مثل اینکه یه آدم آوردید بدون هیچ اطلاعاتی توی یه جایی خیلی عادی، یارو وایساده میگه من اصلا اومدم چیکار، برای چی اومدم اینجا. باید یه پیش‌فرضش بدید که مثلا شما اومدید اینجا مدیریت اینجا رو بکار. حالا اون مدیریت چیه؟ میگه این درس رو میخونید، شما مدیر اینجا شدید یا این کار رو انجام میشه مدیر اینجا که اینجا رو راه اندازی کنید. این مدیر اینه، یعنی شما حافظش برنامه‌اش همه چی که میدید که این آیسی رو اندازی کنید. این آیسی میاد میگه آقا من یه برقی میخوام بدم به مثلا ام تیونر، یه دونه قسمت شماره‌گیر میخوام انجام بدم، یعنی این راه انداز اولیه این آیسی. برنامه نداشته باشه تلفن خاموش میشه. برنامه هم بزنید نیازه که به پایه هم کانالش کنید، یعنی به هیچ عنوان اگه برنامه بزنید هم کانال نشه دستگاهتون باز پایه رو نمیشناسه. این دوستان اومده اینجا، حالا فیلمشو خودتون برید کامل نگاه کنید. 30 دقیقه فیلم گذاشته، سر تا تهش 10 بار فیلمو کات کرده که آقا من این آیسی رو در آوردم عوض کردم جا زدم کار کرد. آخه بابا مردم خرکی در نظر نگی که شما زمانی که دارید عوض میکنید اولا که تلفن گوشه پراوای مولتی متر گوشه اینجا میبینید 3 ولت داره اینجا برق میده. خب هر آدم احمقی میفهمه شما یه مثبت یه منفی میاد بالا برمیگرده موازی سری موازی میشه. شما بخواید نخواید اینجا ولتاژ دارید، ولتاژ از پایه باید بزنید قسمت شارژر از این ور برقا رو بگیرید که ببینید آقا به این ور میاد برمیگرده یا نه. مرحله بعد میاد کجا شما ولتاژ اینجا نصب میکنید، میاد ببینید تو کجا دیگه برق میاد. حالا کجا برق اومده ببین میگه اینجا یه ولتاژ باتری ما داریم برقامونه میاد تا به بالا، ببینید یعنی ما عملا اینجا ما این قسمت برقی نداریم. اومده میگه که آقا این آیسی داغ کرده، انگشتشو میذاره روش میگه داغ کرده. ببینید داغ کرده. تو فیلم هایی که من میذارم بلا استثنا آیسی که داغ میکنه یه دونه برمیدارم کاغذ پرینتر کارتون میذارم رو آیسیتون نشون میدم که آقا این آیسی داغ کرده. اگه این آیسی تو این تلفن داغ کرد من 10 میلیون تومان تا هر موقع که شما بگید حالت دادی تلفن رو باز کنید این آیسی به حدی داغ کن که شما اثر انگشتتون رو بذارید روش داغ کرد، من 10 میلیون تومان میدم. از الان تا زمانی که زنده هستم 10 میلیون تومان میدم. آموزش الکی نذارید برای جذب مخاطب. این کاری هم که شما دارید میکنید این باعث میشه که طرف تلفنش خاموش بشه، یه هزینه هنگفتی هم بده. اینجا الکتریکی مشعل من محتسبم، صدا میگیرم وقتی یه مقدار کسالت دارم. اینجا الکتریکی مشعل من محتسبم، کار تعمیری داشتید با آدرس ما تهران نازی آباد خیابان اکبر مشهدی
روبرو به کوچه خدابنده با مساردی بهش بلک 4 میتونید ارسال کنید. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید.